بعد حمله تروریستی به کراکوس آبروی تاجیکان در سراسر جهان ریخت. بحثی اساسی برنامه امروز آزادی آنلاین در همین باره است. درود بیننده گرامی، حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس که آن را مقامات روسیه کار دست مهاجران تاجیک می‌دانند، این بحث را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ کرد که اکنون تاجیکان در جهان بی‌آبرو شدند و دیگر در همه جا آنها را تروریست می‌نامند. ببینیم که مردم در فیسبوک، اینستاگرام و دیگر جایها در این باره چه می‌گویند. از شرح نیمه و زیبا آغاز می‌کنیم که در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک گذاشته و از افزایش افراطگرایی در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. شرحش هم چنین است: من چند پیش گفته بودم که تاجیکستان ما مانند افغانستان شده ایستاده است. مسجد بسیار، ملاهای بیسواد فاناتیزم را تا به این درجه آورده رسانید. اکنون عاقبتش را دیده ایستاده اید. در هر مسجد روحانی باسواد شدنش لازم. شرح و نوشته‌های به مثل این در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام زیاد است و کاربر دیگر با نام بقازاده عبدالرحمن رحیم در صفحه ما در فیسبوک نوشته است: اگر جوانان تاجیک این گونه کارها را تکرار کنند، به تدریج از تاجیک خودمان بیزار میشویم و این یقین است. مانند به این شرح دیگر را همراه میخوانیم که کاربر با نام لایق میرفت در صفحه ما در فیسبوک گذاشته است: پیش سالها چی واقعی بدی میشد میترسیدیم که نام مسلمان را نگیرند. امروز میترسیم که نام تاجیک را نگیرند. بسیار بد است این. چرا تاجیک؟ نوشته ها درباره آن هم زیاد است که خودی تاجیکان بهانه و سبب پیش میآورند که آنها را به افراطگرایی متهم کنند. به قول گروه از کاربران، شهروندان تاجیکستان نه تنها در روسیه میزبان اصلی مهاجران تاجیک، بلکه دیگر کشورهای جهان مخالف به فرهنگ و معیار و قاعده های آن کشورها رفتار میکنند. شرح را با این مضمون کاربر با نام رشد وطن در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک گذاشته است: تاجیک بچه‌های بیسواد و بی مدنیت شهروندی در ترکیه هم ملت را شرمنده کردگی هستند. التماس طوری رفتار کنید که دیگران از پشت شما بی آبرو نشوند. ما ملت تاریخی و ابیرگان حضرت جلال الدین بلخی هستیم. خسته شدیم از پشتیبانی شما. کاربران زیادی در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک شرح‌های مختصری گذاشتند و مثل سهراب مومینوف که گفته است: ملت ما را چه شده باشد؟ کاربر با نام سیلی نوشته است: دیگر سر برداشته هم نمیتوانیم. مبارز هادیبویف گفته است: نام تاجیک در بلا ماند. به عقیده محمد ایوب اکنون تاجیکان در همه جای بدنام شدند. شرح زیادی هم گرفتیم که نشان می‌دهد هنوز هم مردم باور ندارند که شهروندان تاجیکستان از جمله 4 نفر اساسی که به قتل بیشتر از 140 نفر در روز 22 مارس متهم شوند تاجیک هستند. شرحشان هم این است که مردم را در تالار دیگران تیرباران کرده کشتند و به گردن تاجیکان زدند که سخت لط و کوب و شکنجه شدند. شرح کاربر دیگری با نام مستعار لاس وگاس چنین است: نام تاجیک را پست کردند. اکنون اگر در سیاره مریخ یگان ناآرامی شود، به سر تاجیک میزنند. افسوس. در این بین کاربرانی هستند که راه‌های ریشه‌کن کردن افراطگرایی و پیشگیری از دست دادن جوانان تاجیک به تروریسم را پیشنهاد کردند. شرح را از صفحه رادیو آزادی از اینستاگرام گرفتیم و آن هم از کاربر با نام مستعار شکران است و توصیه او هم چنین است: زواد و فابریکه ها را زیاد کنید، کارخانه ها را به کار اندازید، معاش را خوبتر کنید، وظیفه را نفروشید، خدمت حربی را 1 سال کنید و سربازان را گرسنه و تشنه نمانید. انا بعد تروریست کم می شود. این چی بلا آمد به سر تاجیکی ما؟ ملت ما تاریخی بای دارد. از پشت بیسوادی و بی‌تربیگی و بیکارخوجگی بعضی جوانان نام همه تاجیک پس شد. واقعا نام تاجیک و تاجیکان پس شد؟ شما چی میگویید؟ اگر خواستید نظر و اندیشه‌های خود را نویسید، اگر نه اختیار دارید. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.